سلام، این اولین ویدیو یوتیوب منه و نمیدونم باید چی بگم. 3 لیتر آب خوردم تا بیام جلوی دوربین و بتونم باهاتون صحبت کنم. ویدیو گرفتن خیلی سخت‌تر از اون چیزی بود که من فکر می‌کردم. یعنی فکر می‌کردم خب دوربین رو میذارم میام اینجا شروع می‌کنم به صحبت کردن و میکاپ کردن. ویدیوی اینستاگرام معمولا کوتاه‌تره، به خاطر همون مجبور نیستی اونقدر صحبت کنی. یه ذره صحبت کردن واسم سخته، به خاطر همون فکر کنم کار خوبی نبود که اومدم اینجا. میکاپی که امروز میخوایم انجام بدیم این میکاپه که حالا عکسشو بعدا باید اضافه کنم. من مثل شبیه روانیا شدم که دارن اینجا رو نشون میدن. یه اسمی کوئسچن گذاشتم که از بچه‌ها خواستم که یه سری سوال ازم بپرسن که واسه اولین ویدیو اونا رو جواب بدم. حالا از این میست آبرسان شروع میکنم. میست آبرسان من از برند هورینوه. من هم به بیوتی بلندرم میزنم هم به صورتم قبل میکاپ و خیلی تاثیر داره. بعدش از این سرم کوچیک کننده منافذ سنتلا استفاده میکنم. نمیدونم واسه زیر میکاپ اوکی که ازش استفاده کردی یا نه، ولی من همیشه ازش استفاده میکنم. امیدوارم که تأثیری داشته باشه دیگه. یه مرطوب کننده، حالا هر مرطوب کننده‌ای که دارید رو استفاده کنید زیر میکاپتون. از یه بام استفاده کنید که لباتون خوش نشه موقع میکاپ کردن. اولین سوال اینه که اسمت چیه؟ من شیدام. چند سالته؟ 25. رشته چیه؟ من توی هنرستان رشته گرافیک و عکاسی خوندم و توی دانشگاه کارگردانی و هنوزم دانشجوام، برای لیسانس دارم میخونم. کجایی هستی؟ من اصالتا ترکم ولی تهران به دنیا اومدم و تهران زندگی میکنم. مادر و پدرم هم همینطور، ولی اصلیتمون برمیگرده فکر کنم به ارومیه. من فرموژامو الان میزنم چون که یه ذره اگه موژام فرشه خوشگل‌تر میشم به نظر. اگر دوست دارید از پرایمر استفاده کنید، اگر دوست ندارید استفاده نکنید. خیلی اجباری به استفاده کردن ازش نیست. من میخوام استفاده کنم. اسم پرایمرم بابی براونه، از برند بابی براون. یه جور حالت مرطوب کننده هم داره و خیلی پوست رو مرطوب میکنه. من خیلی ازش راضیم چون که پوست خیلی خشکی دارم. سوال بعدیش این بود که دماغت عمله؟ نه، یعنی یک تایم خیلی دوست داشتم که عمل کنم به خاطر اینکه رخام با هم یکی نبود. یعنی سمت راست صورتم یه آدم بود، سمت چپ صورتم یه آدم دیگه بود. ولی بعدش گفتم که چه کاری. از این پلت مای میکاپ استوری استفاده میکنم واسه اینکه بخوام پشت پلکم این مقداری حالا کانسیلر بزنم و اینا. بعد این پلت برای افرادی که حالا میکاپ رو اونقدر بلد نیستن و اینا خیلی خوبه چون که خیلی کار کردن باش راحته. بعد وقتی که کانسیلر پشت پلکت میزنی خیلی سخته که بخوای پخشش کنی، بلندش کنی و بعضی اوقات انقدر مثلا میزان اون کانسیلری که پشت پلکت میزنی زیاد میشه که حس میکنی چشات ریز شده. من خیلی از آدمایی که مثلا باشون صحبت میکنم این مشکل رو دارم و اینجوریه که خب ما وقتی که به پشت پلکمون کانسیلر میزنیم حس میکنیم که چشممون ریز شده. ولی خب من با این حس رو نداشتم اصلا. و از یکی از رنگای روشنش استفاده میکنم، از این رنگش فکر کنم ببینید، و یه مقداری میزنم پشت پلکم. یکی از سوالا این بود که گرایش چیه؟ من استریتم، ولی کلا اگرم یکی استریت نباشه و ازش این سوالو بپرسید مجبوره بگه که استریته، چون توی ایران فکر نمی‌کنم اوکی باشه که بگی حالا من جزو اقلیت‌های جنسیتی ام و اینا. اول باید ابروامو درست می‌کردم بعد کانسیلر می‌زدم، ولی خب اب نداره. چون که میکاپمون تقریبا اسموکیه، اگر اول چشممون رو درست کنیم بعد بریم سراغ پوستمون خیلی میکاپمون تمیزتر میشه و اکثرا به خاطر این میکاپ اسموکیه کثیف میشه، به خاطر اینکه اول شما پوستتون رو درست میکنید بعد میرید سراغ چشماتون. حالا با همین دوباره پلت یکی از رنگای پودریشو برمی‌داریم چون این پلت هم کانتور چرب داره و هم پودر داره. با یکی از پودراش که تقریبا هم رنگ خود اون کانسیلریه که زدیم پشت پلکمون رو خوش میکنیم یه مقداری.
ادامه میکاپ هم دوباره با همین پلت انجام میدم و از یکی از رنگ‌های قهوه‌ای پودریش استفاده میکنم که یه مقداری پشت پلکمو قهوه‌ای کنم. حتما بتکونید، یهو همینجوری نذارید پشت پلکتون، چون کنترل کردن پیگمنتش خیلی سخت میشه. یکی پرسیده که چجوری پوستت انقدر صافه. توی ویدیو صافه، توی واقعیت اونقدری که توی ویدیو صاف هست صاف نیست. از یه رنگ قهوه‌ای روشن‌تر و یه براش تقریبا پرتراکم استفاده کنید که کل پشت پلکتون رو قهوه‌ای کنید. من از این رنگ FYI از برند سو بیوتی استفاده میکنم که رنگ کانتورشونه. چجوری پیجتو آوردی بالا نمیدونم. از یه رنگ تقریبا اینجوری بردارید و بزنید زیر چشمتون. تیرگی زیر چشمتون رو به میزان خیلی زیادی کم میکنه. داخل چشمتون رو تیره کنید. مداد مشکی من از برند پیپاست و خیلی مشکیه بچه‌ها. توش هم سرمه داره و به نظر من خیلی مداد خوبیه. من خیلی ازش راضی بودم و پیجاشون هم واسهتون میزنم که اگر خواستید بگیریدشون. خیلی آینه ازم دوره. قشنگ یه تهران کرج از آینه دورم. با همین مدادی که داریم یه خط چشم میکشیم و از امتداد این خطی که توی چشتون کشیدین یه خط به گوشه چشمتون اضافه کنید. مهم نیست که کج باشه، صاف باشه، اصلا اهمیتی نداره، چون قراره که با سایه بدن صافش کنید. اگر این مدادی که توی چشمتون کشیدین مثلا پخش شد، ریخ بیرون، اصلا اهمیتی نداره. اتفاقا بهتر، چون از همونا هم میشه استفاده کرد و میکاپ و اسموکی‌تر رو قشنگ‌تر کرد. حالا یه براش نازک بردارید، خیلی نازک باشه که بتونیم باهاش خط چشممون رو صاف کنیم. و اگر هم دیدید داره از میزان مشکی بودنش کم میشه، اصلا نگران نباشید، بعدش با سایه دوباره تیرش میکنیم. یه براش دیگه برمیداریم. سایه مشکی من از برند تارته، ولی از هر سایه مشکی میتونید استفاده کنید. سایه ها رو پرس میکنید روی همین خط چشمتون و یه مقداری از سایه مشکیتون به لثه چشمتون هم بزنید، چون باعث میشه که هم مشکی تر بشه هم مات‌تر بشه. اول ابروامون رو درست بکنیم، بعد بریم سراغ کرم پودر. یکم از کرم پودر هم روی دستم میریزم. کرم پودر من از برند وت ان وایلده و تینت، در واقع کرم پودر نیست که اونقدر سنگین باشه. اما اگر میخواین از کرم پودر استفاده کنید، سعی کنید که تم گرمی داشته باشه تا تم سرد، یعنی یه مقداری به زردی بزنه کرم پودرتون. قد و وزنت چقدره؟ من قدم 160 فکر میکنم، وزنم هم 43. عادت ندارم موقع میکاپ کردن حرف بزنم، بعد الان باید موقع میکاپ کردن حرف بزنم و خیلی واسم سخته. میکاپو چجوری یاد گرفتی؟ من کلا خیلی به میکاپ کردن علاقه‌مند بودم و یادمه که مثلا قبلا خیلی عکاسی میکردم و خودم مثلا میکاپ میکردم، عکس میگرفتم و اینا، و از اون موقع به میکاپ کردن علاقه‌مند بودم. بعدش دیگه مثلا از ویدیوهای یوتیوب، یه شبکه یادم قدیما بود، جزو شبکه‌های جم بود، بعد یه سری ویدیو از یوتیوب نشون میداد، یه سری خانوما بودن مثلا خودشونو میکاپ میکردن و من خیلی اون ویدیوها رو دوست داشتم. یکی از اون خانم کلوی مورلو بود فکر میکنم اسمش. خلاصه که از اونجا مثلا استارتش خورد که علاقه‌مند شدم. کانسیلرم هم از برند سو بیوتی بود، رنگ 1. دوباره میرم سراغ این پلت مای میکاپ استوری و از رنگ قهوه‌ایش واسه کانتور کردن استفاده میکنم. اگه کتاب خونی، نویسنده مورد علاقت کیه؟ در حال حاضر اصلا کتاب نمیخونم متاسفانه. یعنی قبلا خیلی میخوندم ولی الان نمیخونم، چون که نمیتونم تمرکز داشته باشم.
ولی نویسنده مورد علاقه‌ام عباس معروفی بود و کتاب سال بلوا رو خیلی دوست داشتم. با انگشت بخشش میکنم. اگر انگشتاتون یه مقداری رنگی شده و اینا حتما بشوریدش، چون کانتورتون رو کثیف میکنه. میخوام صورتمو خشک کنم یه مقداری و از پودر هودا بیوتی، از این پودر صورتیش استفاده میکنم. بعد من این پودر رو خیلی دوست دارم. یه سری‌ها ولی دوستش ندارن چون که رو صورت یه سری توسی میشه به خاطر توناژ رنگ پوستشون، ولی من ازش راضی بودم خیلی. دیگه بر نمیگردی توییتر؟ نه، صادقانه. چون که فضای توییتر اینجوریه که مثل عشق ابدیه، یعنی یه تیمی تشکیل دادن که اگر جزوشون نباشی بولیت میکنن و در مورد چرت و پرت میگن. تو توییتر کلا با فمینیستا خوب نیستن اصلا. یعنی شما اگر فمینیست باشی یه سری اکانت سایبری بهت حمله میکنن، شروع میکنن سایبر بولیت میکنن و تمام توهیناشون هم جنسیه. تمام توهیناشون، یعنی طرف نمیتونه چیزی از تو پیدا کنه که بتونه با اون مثلا تخریبت کنه و شروع میکنه به توهین جنسی کردن. میخوام پایین چشممو میکاپ کنم و بعدش برم سراغ ریمل. دوباره از همین کانتور سو بیوتی به پایین چشمم میزنم. برای ریملم هم دوباره از برند پیپا استفاده میکنم. اسم ریملش فولفته. از یک کانتور پودری هم استفاده میکنم واسه کانتور کردن بینیم. برای برانزر دوباره از همون پلت مای میکاپ استوری استفاده میکنم. بامی که روی لبم زدم و پاک میکنم. میخوام از هایلایتر استفاده کنم با یه براش. هایلایتری که من دارم از برند وت ان وایلده، ولی این هایلایتر من خیلی دوست دارم ولی پکیجینگ خیلی بدی داره. یعنی اگر به بهترین نحو ازش استفاده کنید بازم درش میشکنه. از این تینت قهوه‌ای برند پلک میخوام واسه کانتور کردن لبم استفاده کنم. توی ویدیویی که توی اینستاگرام پست کردم لیپ گلاس دارم، ولی الان میخوام از یه رژ لب مات استفاده کنم و به نظرم خیلی شیک میشه. سوال آخر اینه که هانا مونتانا یا سلینا گومز؟ ببین، هانا مونتانا برمیگرده به زمانی که مثلا من نوجوان بودم یا سنم حتی کمتر بود. من اون موقع‌ها این چیزا رو نگاه نمی‌کردم. من تنها چیزی که از کودکی یادم میاد اینه که ما 7 تا نوه بودیم. بعد میرفتیم خونه مام بزرگم و دایم بهمون میگفت که مثلا اگه بچهای خوبی باشید و ساکت باشید شب براتون کلیپ گولاخاسون جماعت رو میذارم نگاه کنید. بعد 7 تا بچه جیکمون در نمیومد صبح تا شب تا این کلیپ رو برامون بذاره ما نگاه کنیم. پس من هانا مونتانا و وینکس و اینا نمیدیدم. خیلی علاقه من بودم ببینم ولی متاسفانه شبکه‌شو پیدا نمی‌کردم که ببینم. واسه رژ لبم میخوام از رنگ دولچه 431 از برند پیپا استفاده کنم. یک مقداری. اینم لوک نهایی میکاپ. امیدوارم که از این میکاپ لذت برده باشین و ازش حتما استفاده کنید. خدافظ.